چرا مژده جمالزاده از عروسی کردن نفرت دارد؟ رابطه مژده جمالزاده با دوست پسران امریکاییش و حقایق تازه زندگی مژده جمالزاده در کانادا و دلیل دوری مژده جمالزاده از هنر موسیقی چیست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. مژده جمالزاده هنرمند افغان ولی کانادایی تبار. مژده از ولایت زیبای ایرات می باشد و در شهر باستانی ایرات دیده به جهان گشود. مژده با تمام خانواده‌اش در سن خیلی طفولیت به کشور کانادا سفر کرد و رخت مهاجرت را بست. مژده جمالزاده تحصیلات دوره لیسه و دانشگاه را در کشور کانادا به اتمام رسانید. وی در بخش روانشناسی تحصیلات عالی خود را انجام داده است. مژده جمالزاده علاقه فراوانی به هنر آوازخوانی داشته است و کنسرت‌های فراوانی برای علاقمندانش در سرتاسر جهان حتی داخل افغانستان هم اجرا کرده است. مژده جمالزاده جدیداً خواسته در فیلم‌های امریکایی نقش بازی کند و اولین دختر خانم افغانی بود که در کاخ سفید در پیشروی باراک اوباما رئیس جمهور اسبق امریکا آهنگ ایراتی اجرا کرد. مژده جمالزاده در جدیدترین برنامه تلویزیونیش که با حفیظ محمدی داشته است وی نفرت خود را از عروسی و ازدواج بیان کرده است و گفته تا زنده هم عروسی نخواهم کرد و دلیل این نفرت مژده جمالزاده هم خوردنش از طرف دوست پسرانش می باشد. مژده جمالزاده مدت طولانی می شود دیگر آواز نخوانده است. وی بیان کرده است دیگر آواز نمی خوانم ولی در فیلم های امریکایی نقش بازی خواهم کرد و علاقمندانم می تواند فیلم های من را تماشا کند. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان مژده جمالزاده به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.